امام زمان شکسته بند. فرمود بکم یجبر المحیض، استخون که میشکنه از برکت مهدی میجوشه. و یشفی المریض، مریض که میشی از برکت مهدی شفا پیدا میکنی. به یمنه روز قلورا، این نون و پنیر که میخوری از برکت وجود مقدس و نفس مولا امام زمان است. تاریخ گواه است که تمامی انسانها در گذر زمان و در مسیر زندگی با حوادث و اتفاقات فراوانی دست و پنجه نرم کردند. عده‌ای کشته شدند و تعداد دیگر زخمی گشتند و در نهایت بیماری‌های مختلف همه را به کام مرگ کشانده است. در این میان انبیا و اولیای الهی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و جان سالم به در نبردند، یا بر اثر بیماری از دنیا رفتند و یا بر اثر زخم و جراحتی به شهادت رسیدند. شهادت انبیایی چون زکریا و یحیی و بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل و یا بیماری‌های چندین ساله برخی از انبیا به مانند ایوب نبی علیه السلام نشان از این حقیقت دارد که شفا دهنده بیماری‌ها فقط الله متعال است و بس، و اوست که روزی می‌دهد و هر وقت که بخواهد آن را قطع می‌نماید. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. آن ذاتی که مرا آفریده است و هم او مرا هدایت می کند، آن پروردگاری که مرا غذا می دهد و آشامیدنی می نوشاند، و چون بیمار شوم اوست که مرا شفا می دهد. اما این آخوند مدعی است که استخوان شکسته به برکت مهدی می جوشد. فرمود بکم یجبر المحیض، استخون که میشکنه از برکت مهدی میجوشه. حال باید از این آخوند رافضی پرسید اگر استخوان شکسته به برکت مهدی می جوشد، در هنگام ضربت خوردن سر علی رضی الله عنه این برکت کجا بود تا زخم سر ایشان را بجوشاند؟ و یا چرا برکت خود علی رضی الله عنه به کمک زخم سرش نیامد تا آن را درمان کند؟ و یا چرا این برکت ها به کمک 10,000 مجروح و جانباز ایرانی جنگ عراق نرسید تا جامعه ایرانی امروز این همه جانباز و معلول نداشته باشد؟ و یشفی المریض، مریض که میشی از برکت مهدی شفا پیدا میکنی. به یمنه روز قلورا، این نون و پنیر که میخوری از برکت وجود مقدس و نفس مولا امام زمان است. مگر تا دیروز همین جانبازان و معلولین سربازان گمنام امام زمان به شمار نمی رفتند؟ پس چرا این امام زمان ارتوپد شما فکری به حال جوش خوردن استخوان زندگی این معلولین و جانبازان فداکار خود نمی کند؟ و یا شایدم با بالا رفتن قیمت دلار و پایین آمدن ارزش تومان برکت ایشانم ته کشیده و ارزش خود را از دست داده است، و به همین علت نان و پنیری که از صدقه سر ایشان نصیب منتظرین حضرت میشد گران شده و به مثل خود ایشان نایاب گشته است. اما حقیقت آن است که هدف از ذکر این عقاید ساختگی و دروغین به برده گرفتن شیعیان به بهانه نیابت از غایب همیشه غایب است تا به این ترتیب بازار ثروت‌اندوزی و شهوترانی آخوند همیشه پر رونق باشد و مردم از معارف قرآنی غافل بمانند.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. و اگر الله زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف گرداند و اگر خیری در حق تو بخواهد هیچ کس نمیتواند فضلش را از تو برگرداند. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزنده و مهربان است. وقتی انسانی نمیتواند مالک نفع و ضرری برای خود باشد، چگونه میتواند مالک نفع و ضرری برای دیگران باشد؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی که جز الله میخوانید و عبادتشان میکنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید و آنان هم شما را اجابت کنند. آقا یک حرفی بزنید که حداقل دیوانه ها به شما نخندن. یک مطلبی بگید که حتی اون زن بچه شما به ریش شما تو خونه نخندن. حالا شیعه هیچی، سنی هیچی. یعنی طوری اینها دارن برخورد میکنن، به قول معروف میگن مرغ پخته هم بر اینها میخنده.